قرغیزستان و تاجیکستان میگویند که در رابطه با ماجرای مرزی به سازش رسیدند. در پی گفتشنید هیئت‌های بلندپایه در بشکک هر دو دولت تصمیم گرفتند که جریان تعیین و علامتگذاری مرز مشترک را تیزانند و از مناقشه‌های احتمالی در آینده پیشگیری کنند. نیروهای علاوه‌ای عقب کشیده شده کار گروه‌های تعیین و علامتگذاری مرز قرغیزستان و تاجیکستان فعالتر می شود. این زمان معلوم نیست که آیا مرز قرغیزستان باز خواهد شد یا نه. مسئولین بیمارخانه رقم 3 شهر دوشنبه میگویند که سوختار فاجعه بار در منزل میدماه عمر و یک خادم 37 ساله دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در نتیجه بی احتیاطی رخ داده است. در این حادثه مادر کشته شده، 3 دختری از 9 ماهه تا 9 سالش جراحت‌های سنگین برداشتند. هر 3 کودک در شعبه ایوگری بستری هست. حالتشان کمی بهتر. افسوس که مادرشان بعد یک شبانه روز ففتیدن. مطبوعات داخلی با تکیه به وضع خانوادگی میدماه عمرова میگوید که احتمالاً مشکلات سنگین خانوادگی باعث دست به خودکشی زدن این زن شده است. شورای واسطه‌های اخباری عمومی تاجیکستان از دو نشریه امروز نیوز و جمهوریت عذرخواهی کرد. این شورا ماهی انور نتیجه‌های یک تحقیقات را نشر کرد که مطبوعات تاجیکستان را از روی معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی به 3 گروه سالم، کلونده و ناسالم جدا می‌کرد. برای به عزت نفس روزنامه جمهوریت و هم امروز نیوز رسیدند در طرز افاده جا بجا کنی آنها در ردبندی متصدیان این کار از این نشریه ها عذرخواهی نمایند. نتیجه های مانیتورینگ اخلاق ژورنالیستی نشریه ها که در آن کار روزنامه های دولتی و مستقل ارزیابی شده است، بحث زیادی را در میان ژورنالیستان تاجیک به میان آورد. خانواده مشتری مبارکشای و به دادگاه شهری دوشنبه شکایت کرده حکم 12.5 سال زندان دادگاه شاه منصور را ناعادلانه خوانده است. هفته پیش دادگاه ناحیه شاه منصور келини قاضی دولت قویمدادов سفیر تاجیکستان در بلاروس را در انتقال مواد مخدر گناهکار دانست. شهر مینسک آمادگی بودم، لباسم دادنی هم سومکه بود، شوهرم با من بلیط گرفت و مسکو و بعدم با شهر مینسک سفر کردن. من نمیدونم میگه این سومکه در هم خانه خود ما بود، لیکن از این مواد باید تماما خبردارم نیست چی مادر. مشتری مبارکشای و ماه سپتامبر سال 2013 هنگام کوشش پرواز به مسکو در فرودگاه دوشنبه با اتهام انتقال 2.5 کیلو هروئین بازداشت شد. نزدیکان خانواده میگویند که از آغاز تفتیشات مشتری به بگوناهی خود اصرار ورزیده است. در ولایت سوخت مرحله اول آزمون نشانی خوجند به پایان رسید. از بین 100 طرح کمیسیون 30 طرح را به دوره آینده آزمون راه داده است. در این آزمون رسومان نورس و کسبی اشتراک کردند. ضمناً این خبر و عکس‌های شرکت‌داران آزمون در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم تلفن همراه شما دسترس است.